10 تا از مهمترین انواع سحر و جادو رو میخوام براتون بگم و نشونه هاش تا بتونی خودت تشخیص بدی که اگر خدای نکرده سحر و جادو اومده تو زندگیت نشونش چیه و در انتهای هم ویدیو براتون یه راهکار مجرب قرآنی و روایی رو در اختیارتون میذارم که اینو اگر انجام بدید هم میتونه حفظتون بکنه، اگر خدایی نکردم دوچار شدید درمانتون رو داشته باشه. 10 تا از مهمترین انواع سحر رو میخوام خدمتتون توی این ویدیو توضیح بدم. با من باشید تا بدونید هر کدوم از سحرها چه ویژگی هایی داره و اگر خدایی نکرده گرفتار شدید خودتون بتونید تشخیص بدید که آیا این ویژگی هایی که مطرح شده منجر میشه به کدوم یکی از انواع سحر و بستگی. اما اولین از نشانه های سحر تفریق رو میخوام براتون بگم. اولیش پس شد چی؟ سحر تفریق، یعنی سحر جدایی، یعنی باعث میشه بین دو نفر مخصوصا زوجین یعنی زن و شوهر جدایی بیفته و به هم دل سرد بشن و دیگه رابطه‌ای با هم نداشته باشن. و دیدید شنیدید میگه مثل خواهر و برادریم. این تماس‌ها رو ما خیلی داریم، یعنی روزانه تماس‌های زیادی با ما میگیرن، چه خانم چه آقا، به خصوص از طرف خانم‌ها که شوهر ما به ما هیچ میلی نداره و باعث شده که زندگی ما به سمت سردی بره و محبتی دیگه بین ما وجود نداره و خب طبیعتاً بعضی موقع هم باعث طلاق و جدایی میشه. یعنی حتی اگر جدایی رسمی هم شکل نگیره بهش میگن طلاق عاطفی، ولی طلاق عاطفی هم خیلی فرق با طلاق عادی و رسمی نداره، چرا که واقعا هیچ محبتی بینشون نیست و فقط یک زندگی روتین و روزمره رو دارن با هم مثل یک دو نفر مثل خواهر و برادر سپری میکنن. طرف با ما تماس گرفته بود میگفت من شوهرم بیش از 2 سال با من اصلا کنار من نخوابیده، یعنی من لمسش نکردم و خب من احساس میکنم اینجا یک موضوعی مطرحه، اینجا بحث سحر و جادویی مطرحه که خب ما بررسی کردیم و پاسخ رو براش ارسال کردیم. اما ببینیم نشانه های سحر تفریق چیه که باعث جدایی و دشمنی بین دو نفر میشه. عرض کردم من توی زوجینشو گفتم، اما میشه بین دو نفر دوست هم باشه، یعنی بین 2 تا دوست این جدایی بیفته. اما اولین از نشانه‌هاش تغییر فوری احوال شخص مورد نظر از محبت به کینه است. یعنی اون شخص بدون هیچ دلیلی از محبت کردن نسبت به دوستش، نسبت به همسرش باعث میشه که تبدیل بشه به کینه، تبدیل بشه به تنفر، یعنی جای محبت با کینه عوض میشه. دوم، ایجاد شک میان آن دو یا چند نفر به هم دیگه، مثل زن و شوهر، برادر و خواهر. دیدی بعضی خیلی شکاکن، یعنی خیلی الکی بذار به شوهری زنگ میزنه یا بالعکس مرد به زنش زنگ میزنه و همش میپرسه کجایی، چه کار میکنی. وقتی میره خونه مثلا میگه من با مثلا رفتم سر کار. نه، سر کار نرفتی. من موردی داشتم که میگفت من حتی سر کارم که میرم انقدر زنم به من بد میشده، میگه راستش بگو با کی رفته بودی؟ دختر برده بودی؟ چه کار کرده بودی؟ میگه اصلا خیلی راحت. این شکاکی و بدبینی به اوج خودش میرسه. این یکی از نشونه هاشه. نشونه بعدی، عدم پذیرش عذرها و بزرگ دانستن اسباب اختلاف. یه اتفاقی میفته دیگه، یه اختلافی، دعوایی پیش میاد بین طرفین، اما میبینی اون شخص به هیچ عنوان قبول نمیکنه. شخصی که دوچار سحر تفریق شده، یعنی براش طلسم زدن، براش این سحر رو نوشتن، اصلا هیچ عذر و بهونه‌ای قبول نمیکنه. ما آدمیم، جایز الخطاییم، گناه میکنیم، خطا میکنیم. اینجا باید از هم بگذریم، از اون خطای همدیگه بتونیم بگذریم. مورد بعدی، مورد چهارم، تغییر چهره و قیافه طرفین در نظر همدیگر. یعنی توی نظر شوهرش زنش به عنوان مثال دیگه جذابیتی نداره. واقعا زیبایی چیزی نیستش که تمومی داشته باشه، یعنی همیشه از یک نفر دیگه میتونه زیباتر باشه.
اما مهم اینه که بین زوجین، بین طرفین تو چشم همدیگه زیبا باشن. داستان لیلی و مجنون شنیدید دیگه، میگفت انقدر از لیلی تعریف میکرد ما فکر میکردیم چه خبره، وقتی دیدیمش گفتیم این انقدر تو عاشقشی دیوونه شدیم. تو چشم مجنون لیلی خیلی زیباه و خب این خیلی قشنگه، اما اینجا به خاطر سحر و جادو از چشم همدیگه میافتن و هیچ علاقه حتی به ظاهرش هم طرف دیگه نداره. مورد بعدی، مورد پنجم، ناپسند جلوه یافتن هر کاری از طرف دیگر بدون دلیل، هرچند کار خیر باشه. این کار خیر هم طرف انجام میده، اون طرف مقابلش فکر میکنه، فکر بد در موردش میکنه و همیشه این به جایی که حسن ظن داشته باشه بهش سوء ظن داره. مورد ششم، ناپسند جلوه یافتن مکانی که طرف دیگه در آنجا ساکن است، مثلا شوهر یا همسر یا غیره در بیرون از خونه آرام و شاد با هستن، اما به محض اینکه با هم جمع میشن حالشون بد میشه و خب این خیلی مهمه و خیلی زیاد اتفاق میفته که میبینیم یک نفر تو خونه حالش اصلا خوب نیست، با زنش اصلا حالش خوب نیست، یا بالعکس با شوهرش اصلا حالش خوب نیست، با پدر و مادرش، با بچهش، یا بالعکس بچه با پدر و مادرش، اما بیرون با دوستاش حالش خیلی خوبه. این نشانه های سحر تفریق بود. اما دومین مورد از انواع سحر و نشونه هاش سحر محبته. یه نوع دیگه از سحرهایی که این خیلی از ساحرها، خیلی از جادوگرها، کسایی که طلسم میزنن، مخصوصا کافرها، بیشتر در مورد ما داریم صحبت میکنیم، سحر محبته و اینو میان معمولا هم باز بین زن و شوهر میزنن. ببینید عزیزان، اختلاف، دعوا، مشاجره های لفظی همیشه بوده و چیزی نیستش که الان ما بخوایم بگیم پیش تا دعوا میشه ما بریم پیش دعانویس، تا مشکل پیش میاد ما دنبال این باشیم که آیا سحری شده، جادویی شده، چیزی شده. نه، واقعا این اتفاق میفته که دو نفر که دارن زیر یک سقف زندگی میکنن تو جاهایی با هم اختلاف دارن و باعث میشه گفتگویی بگو مگویی پیش بیاد. اما آیا این باعث میشه که ما بگیم اینجا سحر و جادوه؟ نه، مگر اینکه نشونه ها باشه، یعنی مگر اینکه اینقدر واقعا زیاد بشه و به صورت غیر نرمال شکل بگیره. اینجا ما دنبال این میگردیم که آیا واقعا سحر محبت بین اینها زده شده و باعث شده که اینجا بینشون اختلافی پیش بیاد، یا نه از اون طرف بین این دوتا محبت زیادی شکل بگیره. توی سحر محبت یه جورایی میتونیم بگیم نقطه مقابل سحر تفریقه. بنده خدای با ما تماس گرفته بود، میگفت ما الان زندگیم دوچار مشکل شده. گفتم چی شده؟ گفت برای بچه خودم، پسرم، من دعایی گرفتم که مهر و محبتش توی دل دختری بیفته. همینه که شنیدید، میگن یه کار بکنم مثلا طرف دیوونه من بشه، طرف دیگه عاشق من بشه، طرف دیگه از من نتونه دل بکنه. واقعا اتفاق میفته، یعنی با موکلین جن این کار رو انجام میدن، با طلسمایی که میزنن این کار رو انجام میدن. اما نکته اینه که وقتی اون کار انجام میشه، وقتی یک جنی برای شما کاری انجام میده، اون توقع داره که براش کاری انجام بدی. خیلی باید مراقب باشی. اینجا همون تاوان پس دادن است که بارها در موردش ما صحبت کردیم و توی کلیپ کاملا اختصاصی صحبت شد که بحث تاوان پس دادن رجوع به دعانویس، که وقتی ما مراجعه میکنیم به دعانویس چه تاوانی بعداً باید پس بدیم. اما اولین نشونه از نشونه های سحر محبت، یک، عشق و علاقه غیر متعارف به یه شخص دیگه. نمیدونه چرا، برای چی باید اینقدر یه نفر دیگر رو دوست داشته باشه. از آلمان با من تماس گرفته بودن، میگفت خانومی اینجا خیلی به ظاهر زیبا، از اهالی لبنان، بچه داره، ازدواج کرده فلان. میگفت یکی از کسانی که اینجا هست ما میدونیم جادوگرت کار سحر و جادوه، تونسته با همین سحر محبت انقدر خودشو به این نزدیک بکنه که الان این تحمل دوری اون شخص رو نداره. آدم مذهبی بود این خانومی که میگم، آدم متشخص و مذهبی، و میگفت انقدر وابسته شده که تا جایی رفته که میخواد از شوهر خودش طلاق بگیره و میگه من طلاق میگم و خودکشی میکنم. ببینید
این اثر سحر محبته، یعنی طرف رو دیوانه و مجذوب خودش میکنه. دوم، علاقه وافر به همبستری، یعنی طرف خیلی دیوانه‌وار دوست داره که با زن خودش یا با اون شخصی که به اصطلاح بهش محبت پیدا کرده، لزوما میتونه زنش نباشه، همبستر بشه. سوم، عدم تحمل دوریش، یعنی اصلا نمیتونه یه لحظه هم تحمل بکنه. ببینید باز عرض میکنم، عشق و علاقه به یک شخص، اینکه شما به بچت علاقه داری، اینکه من علاقه به پدر و مادرم دارم، به فرزندم دارم، اینا ما توش بحثی نداریم، در حد عادیش خب مشخصه، یا حتی یه مقدار بالاتر آدم واقعا یک شخصی خیلی تو زندگیش دوست داره. اما اینی که داریم میگیم اینا در حد جنونه، یعنی لحظه ای نمیتونه ازش جدا بشه، یعنی لحظه ای نمیتونه بهش فکر نکنه، هر لحظه باید بهش فکر کنه، هر لحظه دنبالی که اونو به دست بیاره. این اتفاق میفته و هیچ منطقی دیگه حالیش نمیشه، دیگه هیچی براش مهم نیست که آقا خانم اشتباهه، این مسیر درست نیست، این به درد تو نمیخوره. دختر خوب دیدی بعضی موقع شکل میگیره برای بعضی از دخترها، انشالله که براتون پیش نیومده باشه، دختر خانم هایی که خیلی پافشاری میکنه تو ازدواج با یه پسر که واقعا نمیدونه داره چه کار میکنه، با 1000 نفر هم که حرف میزنه انگار فایده نداره. میگه بابا این پسر به درد تو نمیخوره، این پسر شرایطش بده، این پسر مشکل داره، این پسر خانوادهش، انگار فایده نداره. و شما به عنوان پدر و مادر توش میمونی، یا شما به عنوان شخصی که میخوای ازدواج بکنی، خدای نکرده گرفتار بشی، اون موقع تن به ازدواجی میدی که بعداً پشیمونی داره. سحر محبت. مورد بعدی، هرشنوی کورکورانه از سحر کننده، یعنی بعضن با توهماتی که میارن بر سر اون بیچاره‌ای که سحر شده و خودش هم حواسش نیست که چه اتفاقی افتاده، با وسوسه هایی که از طریق جن بهش میکنن، باعث میشه که به حرف اون شخص دعانویس، اون شخص ساحر گوش بدن و هزاران دردسر براش درست بکنن و عملا مطیع اون شخص میشن. سحر بعدی، سحر سستی و نشونه‌هاش. سحر سستی چیه؟ نمیدونم تا حالا این اسمو شنیدی یا نه، اما بذار برات بگم. ببینید ما تو طول زندگیمون فراز و نشیب و بالا و پایین تو زندگی هممون هست، عزیزی رو از دست میدیم، مشکلاتی پیش میاد و اتفاقاتی برامون میفته. اما اگر این به حدی برسه که طرف دچار گوشه‌گیری بشه، دچار دیوانگی و جنون بشه، یعنی سکوت‌های طولانی که حالا من از علامش براتون میگم و باعث میشه که هیچ نوع ارتباطی با بقیه نگیره، به این میگیم سحر سستی. یعنی عملا طرف تنبلی بیش از اندازه و سستی بیش از اندازه، کاهلی بیش از اندازه، حال و حوصله هیچ کس رو نداره، دوست نداره از سر کار خودش بره، در صورتی که خب کار خودش یه کار خیلی پرفکت و خوبی داشته، اما خیلی راحت اون رو رها میکنه. براتون پیش اومده، دیدید، بهش میگی چرا این کارو میکنی؟ برای چی؟ تو که خیلی وضعیت شغلیت خوبه. مهم نیست برام. چرا مثلا زن و بچه تو اذیت میکنی؟ مهم نیست برام. یعنی به یه جایی میرسه که انگار هیچی براش اهمیت نداره. اما نشونهاش: 1. دوست داشتن دوری و انزوا. این گونه افراد که دچار این سحر میشن معمولا تمایل به دوری و گوشه‌گیری و اینا دارن، تا میشن یه گوشه‌ای میگیرن میشینن و کار به هیچ کس ندارن. 2. گوشه‌گیری کامل. 3. سکوت دائم، سکوت‌های طولانی، با کسی حرف نمیزنن. 4. بیزار شدن از اجتماعات، بیشتر تو خونه میمونن. 5. آرامش خاطر نداشتن، فکرشون مشوشه، حالشون بده. 6. آرام بودن همراه با سستی همیشگی. ببینید آرامش با این فرق میکنه، یه نفر طرف طبعش طبع آرامیه، اما نگاهش هم میکنین لذت میاد، طبع آرامی داره، به جا حرف میزنه، به جا هم آرامش داره. ولی اینا اینطوری نیستن، اینا افرادی که پریشون هستن و گوشه‌گیر هستن و سکوت میکنن و از همه زندگیشون هم وا میمونن، به هیچ چیز هم اهمیت نمیدن. سحر سستی. اما 4. سحر صداه. سحر صدا یعنی چی؟
یعنی شنیدن صداها، شک و گمان بد به نزدیکان و اعضای خانواده، جنون موقت، کابوس، اینا به وسیله همون شیاطینی که از به اصطلاح موکلین جن هستن اتفاق میفته. نشونه هاش یک، کابوس های پشت سر هم، قبلا در مورد خوابم صحبت کردیم. دوم، یه نفر تو خواب همیشه انگار داره صداش میزنه. سوم، اشخاصی رو تو بیداری احساس میکنه که دورش هستن و صداش میزنن، شما نمیشنوی، تا اون کسی که درگیره اینو کاملا میشنوه و احساس میکنه. چهارم، وسواس زیاد، دچار وسواس میشن، حالا چه وسواس در عبادات چه وسواس در ظاهر و نجاست و طهارت، فرقی نمیکنه. پنجم، شک و بدگمانی به دوست و آشنا، نسبت به دوست و آشناشون کاملا بدگمان میشن، اینا همه وسوسه همون موکل جنه. و آخرین مورد، حیواناتی که در خواب دنبال او مداوم میان و قبلا گفتیم در مورد این صحبت کردیم، معمولا حیوانات چه حیواناتی هستن، مثل گربه و سگ و اینا در موردش کامل صحبت کردیم، تو کلیپ های دیگه هم میتونید ببینید. سحر بعدی برات بگم، پنجمیش سحر بیماریزا. سحر بیماریزا چیه؟ هدف کلی از این نوع سحر اینه که شخص رو دچار بیماری جسمی کنه و تو این نوع جادو طرف بدون دلیل پزشکی، یعنی وقتی میره آزمایش میده و بدون هیچ علت مشخصی و بدون حالا سابقه ارث و میراثی و این چیزا، به بیماری مبتلا میشه و یکی از اعضای بدنش دچار اختلال میشه. حالا فرقی نمیکنه، بیشتر روی معده تاثیر میذاره. اینم قبلا در موردش صحبت کردیم که سحر بیشتر کجا تاثیر، معمولا روی معده و مغز بیشتر تاثیر میذاره و مخصوصا چشم. اما ما آیات قرآنی داریم در این زمینه که کسانی که به اصطلاح اگر دچار این نوع سحر شدن، وقتی این آیات براشون خونده میشه چه ویژگی‌هایی پیدا میکنن، اینو تو روایاتمون هم اومده، دچار لرزش میشن، دچار سرگیجه میشن و اینها خب نشانه های همون سحره. اما نشونه هاشو بذار من براتون بگم که دقیقاً چیه. یک، درد همیشگی در عضوی از اعضا بدون دلیل پزشکی. دو، تشنج‌های عصبی، بیمورد طرف تشنج میکنه. سه، سستی و شل شدن اعضای بدن. چهار، احساس درد در همه اعضای بدن، انگار کل بدنش کوفته است، انگار مثلا یه کامیون رو من رد شده. پنج، کارایی نداشتن حواس پنجگانه، حواسش انگار درست کار نمیکنن. ششمیش، بی اشتهایی بی دلیل به غذا خوردن. خوب خواهشاً اینا دقت بکنید، اینا خیلی موارد مهمیه. هفت، بی‌حس شدن، تشنج، درد کتف، دست‌ها و پاها. 8، سنگینی شدید در جسم، به خصوص وقتی از رو زمین میخواد شخص بلند شه. 9، فراموشی زیاد و بی دلیل. 10، بد اخلاقی بدون دلیل، تحمل هیچ کس هم طرف دیگه نداره. احساس سنگینی روی سینه. مورد بعدی، دونه های عجیب و غریب، این هم خیلی موقع پیش میاد، دونه های عجیب و غریب توی صورت و بدنش به وجود میاد. بعضی موقع باعث فلج شدن بدن میشه. بعضی موقع مریضی هایی میاره که اصلا کلا پزشکا همه در میمونن که واقعا این مشکل از کجاست. اما بریم سراغ بعدی، سحر بخت بند که زیاد اینو شنیدید. سحری که بخت شخص رو باهاش میبندن و خب تا دلتون بخواد ما تو این زمینه گرفتاری و مشکلات داریم که شخصی میاد میگه بخت منو بستن و واقعا اتفاق میفته. حتی اطرافیان نزدیک شخصی میگه من زندایی مرام طلسم زده و به خاطر مشکلاتی که با ما داره بخت منو بسته و برای من مشکل درست کرد. خودش هم بارها میگفت، اعتراف کرده حتی که من این کارو کردم به خاطر اینکه من دوست ندارم ببینم خوشی تو رو و تو بتونی ازدواج کنی. یا طرف میبینیم مثلا دختری و به اسم پسری گذاشتن از بچگی که خب این اشتباهه و بعداً بزرگ میشن با هم ازدواج نمیکنن به هر دلیلی، حالا یا پسر دوستن یا دختر، اینجا شروع میکنن به انتقام گرفتن از طریق سحر و جادو. پس سحر بختبند که خب مشخصه، نیازی نیست توضیح بدیم، معمولاً هم با قسمتی از لوازمات شخصی اون دختر شکل میگیره، با موی سرش، با تیکه لباسش، با ناخون، با عکس، حتی با عکس شخص
این اتفاق میفته که بتونه بخت و اقبال شخص رو ببندن. و خیلی موقع طرف میگه آقا تا خواستگار میاد احساس سنگینی اینقدر بهش دست میده، خودش هم میگه و میذاره میره و خواستگارم میاد، نه اینکه خواستگارم نیاد، اما خب هیچ جوابی ازشون نمیشنم، انگار فرار میکنن. اما نشونه‌هاش چیه؟ یک، احساس سردرد و عدم بهبودی با دارو وقتی که حرف ازدواج پیش میاد، طرف اصلا میلی به ازدواج نداره. دو، احساس سینه تنگی به ویژه بعد از عصر تا نیمه شب، موقع غروبان اتفاقات بیشتر میفته، یادتون نره. سه، افکار منفی و خیالات زیادی توی ذهن خواستگارا پیش میاد، یعنی رو اونا نفوذ میکنه. چهارم، آشفتگی، نگرانی در خواب. خواب انسان دچار اختلال میکنه. خواب خیلی عزیزان بحث مهمیه. اگر انسان خوابش تنظیم نباشه، اینو عرض کردم توی کلیپی مجزا صحبت کردیم که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه توی زندگی من و تو. بعدیش احساس درد معده دائمی. گفتم سحر رو معده تاثیر مستقیم میذاره. درد در انتهای کمر و اینها میتونه نشونه های این باشه که سیگنال هایی باشه که به شما بگه که برای شما سحر و جادویی نوشته شده و کاری انجام شده. ریزش مور هم حتی میتونید بهش اضافه بکنید برای دختر خانم ها. اما سحر بعدی که خدمتتون بگم، هفتمین مورد که شاید خیلی براتون جذاب باشه و دیده باشید و شنیده باشید این ور اون ور، سحر پاشیدنیه. یعنی چی؟ یعنی اون سحری که میان میریزن در خونه و خب اون جادوگر در منزل، در مغازه، اون آبی که بهش دعا خونده شده باعث میشه که اون زندگی خراب بشه. یا روی تخت خواب مثلا میریزن. عزیزان مراقب باشید هر کسی تو اتاق خوابتون راه ندید. اصلا قرار نیست که تو مسائل شخصی شما، اتاق شخصی شما کسی راه پیدا کنه. بستگان نزدیکتون باشه، اصلا مهم نیست. ناراحت میشن خب بشن، مهم اینه که زندگی شما خراب نشه، مگه غیر از اینه؟ میان خیلی راحت، شما فکر میکنی آبه، شما از کجا میدونی؟ همونی که میریزه روی رخت خواب شما، روی لباس شما، روی دیوار حتی، باعث مشکلاتی میشه که خب این واقعا درست کردنش خیلی سخته. اما نشونهاش چیه؟ یک، پادرد، نبض شدید، احساس گرما تو کف پا. دوم، سوختن مداوم، یعنی که میگم زیاده، لامپ های معمولا توی ورودی های در، چون تاثیر از اونجا شروع میشه. سوم، عصبانی شدن به محض ورود به منزل یا محل کار. شما تا میخوای وارد خونه بشی ناخودآگاه خودت هم بعداً متوجه میشی، اما انگار کاری از دستت بر نمیاد. مورد چهارم، بوی بد استشمام میکنی وقتی میخوای بری تو منزل. حالا همیشه هم نه، ما خیلی اوقات بدون دلیل بوی بد میاد. پنجمی، سردرد مشترک بین اعضای خانواده. یعنی شما دست میذاری رو اعضای خانواده، میبینی همشون اینا سردرد دارن بدون علت. ششم، کم شدن رفت آمد به منزل. مهمون نمیاد تو بره، کسی تمایل نداره، خودشون مثلا دیگه حال و حوصله خودشون رو ندارن. کابوس دیدن، ترسیدن در شب میترسن از محیط، در صورتی که خب اون خونه میتونه ترسناک نباشه اما اثر اون سحره. و آخریش کبودی روی بدن. دقت داشته باشید. بریم سراغ نوع بعدی از سحر که سحر بستنه. سحر بستن به چه معنی؟ این فرق داره با اون سحری که توی دوتای قبلی براتون گفتم. سحر بخت بستن برای فقط ازدواج بود، سحر بستن برای روابط جنسیه. و میان اینا همه از روی حسادت ها. از روی حسادت طرف دوست نداره ببینه خوشی شما رو، میاد دست به این طلسم میزنه و زندگیتون رو خراب میکنه. چه کار میکنه؟ دو نوع داره، به دو شکل میتونیم اینو ما توضیح بدیم. یک، تنفر یکی از زوجین از نزدیکی، یعنی یکی از زوجین بدش میاد و واقعا نه که به خاطر علت مشخصی باشه، نه، بدون علت من بذارید بگم اینطوری بگم تنفر پیدا میکنه، یعنی واقعا حالش دیگه به هم میخوره از نزدیکی کردن با همسر خودش. حالا میخواد چه مرد باشه چه زن فرقی نمیکنه.
تا جایی که اصلا رابطهشون به صفر میرسه، یعنی تا جایی پیش میگه رابطه میشه صفر. بعدیش، نوع بعدیش از کار افتادن عضو جنسی مرده، یعنی مرد که باید مدیریت بکنه اون رابطه رو طبیعتا دچار اختلال میشه و خب اون رابطه قطع شده، یعنی مشخصه، نیاز به توضیح نداره. و همینطور میتونیم از کار افتادن عضو جنسی زنم در نظر بگیریم. اما نشونه هاش چیه؟ یک، قش کردن. اینا که میگم مشترکه بین این سه نوعی که گفتم برای سحر بستن. یک، قش کردن و از حال رفتن هنگام نزدیکی. طرف میره کامل از حال میره و قش میکنه بی علت. دو، تنگی نفس، عصبانیت هنگام جما. سه، افزایش تخیل و بدبینی به رابطه جنسی. اینو توضیح نمیخواد، من فقط تیتروار دارم براتون میخونم. چهار، سرگیجه های شدید حین رابطه. 5، خروج ترشحات رنگی و بدبو. 6، احساس نفخ در رحم. 7، درد در انتهای کمر. 8، میل به خیانت. 9، گریه کردن بدون علت هنگام نزدیکی، بدون هیچ علتی. 10، لذت نبردن از رابطه جنسی. 11، میل به خود ارضایی، در صورتی که طرف همسر داره اما میل به خود ارضایی پیدا میکنه. و مورد آخر، احساس سرشکستگی بعد از جما، حال بعدی داره. اینها از نشونه های سحر بستنه. البته باید از نظر پزشکی شخص سیستم بدنیشو بره، اینا رو بارها ما گفتیم چکاپ بده. اگر واقعا از پزشکی سالمه، یعنی علت پزشکی براش پیدا نشه، نه اینکه طرف واقعا مریضه، واقعا مشکل جسمی داره، حالا اون موقع واقعا مشکل داشته، سرگیجه داشته، سریعا ما بگیم سحر، نه اینطور نیست. قبلا اینو بارها گفتیم. اما مورد بعدی، مورد نهم، سحر که خیلی میتونه خطرناک باشه واقعا، سحر جنونه. سحر جنون چیه؟ هدف ساحر عقل شخص مسحوره، یعنی میخواد عقلش ازش بگیره تا اختلال براش به وجود بیاد تا بهش تسلط بتونه پیدا کنه. نشوناش چیه؟ طرف هزیون میگه، چرت و پرت میگه، فراموشی پیدا میکنه، نمیتونه توی مکان کامل بمونه و یه کار معینی رو نمیتونه انجام بده. مورد بعدیش، لباساش، وضع ظاهرش به هم ور میشه، نمیتونه به خودش برسه، یعنی از نظر ظاهر هم دچار اختلال میشه. در حالتهای شدیدش حتی فرد سردرگم میشه، زمین میخوره، بی اختیار دراز میکشه، گاهی میبینی توی مکانهایی که خیلی پست و متروک است میره گلم میندازه میخوابه و بعضی موقع باعث توهم و خیلی مشکلات دیگه هم میشه. اینا همه از نشونه‌های سحر جنونه. اما نوع آخر از انواع سحر رو براتون بگم، سحریه که باعث میشه طرف بچه دار نشه و اینم به خاطر باز اختلافات خانوادگی، به خاطر حسادت شکل میگیره و اسمشو ما میذاریم سحر نازایی. یعنی طرف دعایی، سحری رو میاد میزنه که با اون باعث میشه شخص بچه دار نشه. اما نشونه هاش چیه؟ نشونه اولی اینه که طرف ترس از بچه دار شدن پیدا میکنه، واقعا میترسه، اصلا نمیره سمتش. دومیش اینه که از نزدیکی کردن بدش میاد، سمت شوهرش نمیره. سومیش اینه که همش با خودش دودله، با خودش مشکوکه که آیا من میتونم بچه دار بشم یا نمیتونم، یعنی یک توهمی براش ایجاد میکنه که آیا واقعا من میتونم یا نمیتونم، نمیذاره بره به سمتش. و مورد بعدیش اینه که این شخص دوچار میشه به اینجایی که حتی آیا اگر من بچه داشته باشم این بچه به درد من میخوره یا نه، و اگر خدایی نکرد تو موارد حادش طرف بتونه بچه دار بشه، حتی به سقط کردن بچه فکر میکنه، یعنی حاضر میشه که بچه خودشو سقط بکنه به خاطر اینکه تحت تأثیر اون سحر قرار گرفته. تو روایات ما هم اومده بحثای مفصلی تو اینجا شده که این نوع سحر چطور میتونه حتی جنین رو از بین
ببره. اما دوستان عزیزان بدونید انواع سحر رو براتون گفتم، ولی خداوند متعال انقدر مهربونه، اینطور نیست که من و شما رو هم رها کرده باشه به حال خودمون، درمانش هم بهمون گفته. یعنی این نیست که بیماری بدون درمان باشه. ما تو مجموعه رضوی بعد سالها تحقیق پکی آماده کردیم به اسم پک باطل و طلسم کبیر که شامل چند عدد از ادعیه و احرازیه که اهل بیت علیهم السلام با ما توصیه کردن برای باطل کردن طلسم، که چطور میتونیم از شر این طلسم‌ها، این سحر و جادوها نجات پیدا کنیم، و همه مستند به آیات و روایات قرآن با یک دفترچه راهنما خدمت شما تقدیم میشه. میتونید این پک رو تهیه کنید، کلیپ‌های آموزشی هم داخلش هست و گوش بدید و سبک زندگیتون رو عوض کنید و از این احراز استفاده کنید تا انشالله خداوند متعال شما رو حفظ کنه یا اگر دوچار شدید شما رو نجات بده. برای تهیهش میتونید به سایت حرز رضوی مراجعه کنید یا با ما در تماس باشید، مشاورین ما شما رو راهنمایی میکنن.